سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیوی خفن دیگه. امروز قراره بهترین اتچمنت گان تندرا رو بهتون نشون بدم. گانی که واقعا میتونه یکی از بهترین انتخاب ها باشه و حتی جایگزین DLQ تجهیزات بشه. اگه میخواید بازی کردنتون یه لول بالاتر بره، این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره چیزایی بهتون بگم که شاید سبک بازیتون رو عوض کنه. اگه توی دوال ها از رفیقت میخوری و نمیدونی مشکل از کجاست، نگران نباش. توی این ویدیو بهتون میگم از چه پرک، اتچمنت و تنظیماتی استفاده کنید که قوی‌تر بازی کنید و کمتر ببازید. توی این کانال هم قراره کلی آموزش و گیم پلی خفن برای بتل رویال و مولتی پلیر داشته باشیم. پس اگه کال آف پلیر هستی، اینجا جای خودته. صمیمی. حاجی، نمیدونم این هوش مصنوعی چقدر خوبه، ولی امیدوارم خوشتون بیاد. گیم واقعا خوبه، فقط یه مشکلی دارم. چون گوشیم یکم ضعیفه، نمیتونم زیاد گیم پلی ضبط کنم و براتون بذارم. از اون طرفم چند وقت اینترنت قطع بود و نتونستم محتوا بدم. ولی الان دوباره برگشتم و سعی میکنم بهتر و بیشتر براتون ویدیو بذارم. به نظر من این گان یکی از بهترین اسنایپرهای بازیه و اگه اتچمنت درست رو رش ببندید، واقعا میتونه جایگزین DLQ سایدیس ها بشه. چیزی که توندار رو خاص میکنه فقط دمیجش نیست. این گان دقت خیلی بالایی داره، موقع شلیک حس خوبی میده و اگه هدفتون خوب باشه، اکثر دوال ها رو با یه تیر تموم میکنید. ولی یه اشتباهی که خیلی از پلیرها انجام میدن اینه که اتچمنت های اشتباه میبندن. بعد میگن توندرا کنده، ADS 6 پایینه یا به درد رنگ نمیخوره. در حالی که مشکل از گان نیست، مشکل از اتچمنتیه که استفاده میکنن. توی این ویدیو بهترین اتچمنتی رو بهتون نشون میدم که هم سرعت ADS رو بالا میبره، هم دقت گان حفظ میشه و هم توی مولتی پلیر و حتی بعضی شرایط بتل رویال عملکرد فوق‌العاده‌ای داره. علاوه بر اتچمنت، درباره پرک‌های مناسب، تنظیمات و چند تا نکته مهم هم صحبت میکنیم که باعث میشن توی دوال ها سریعتر واکنش نشون بدید و شانس بردتون بیشتر بشه. بعضی وقتا میای که دشمن رو غافلگیر کنی، ولی یه خودت غافلگیر میشی. واقعا حس بدیه، ولی توی کالا فقط شانس مهم نیست. باید بازی رو بلد باشی، حرکت حریفت رو بخونی و سریع تصمیم بگیری. اگه این مسنست مناسب نداشته باشی، حتی اگه گان خوبی هم داشته باشی، نمیتونی اونطور که باید جلوی حریفت بازی کنی. من دارم دوباره کانالم رو از اول بالا میارم و کلی ویدیو و آموزش خفن براتون آماده میکنم. اگه از کال آف دیوتی موبایل خوشتون میاد، خیلی خوشحال میشم با حمایتتون کمک کنید کانال دوباره رشد کنه. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون تازه شروع کرد. حاجی اینجا رو باش. پشمامم. از یارو فینیش گرفتم، شانس آورد که شد. ولی خب خیلی حال داد. یه نکته هم بگم. اگه زیاد فینیش میگیرید، حتما دکمه فینیش رو یه جای دم دست توی تنظیمات حد بذارید که وقتی دشمن رو میزنید سریع بتونید فینیش بگیرید و فرصت فرار بهش ندید. خیلی از پلیرها به خاطر جای بد دکمه ها چند ثانیه دیر عمل میکنن و همون باعث میشه کیل رو از دست بدن.
اینجا دیگه طرف اومد فینیش بازی کنه. منم گفتم باشه، بیا ببینیم کی بهتره. ولی لامصب یه فینیشی زد که گفتم دهنم سرویس. از اون لحظه به بعد دیگه بازی عوض شد. انگار با هم قرار گذاشتیم. گفتم روی کیلوی من فینیش تو میگیرم، تو هم فینیش منو بگیر. ولی خب آخرش این من بودم که بردم. البته دمش گرم، واقعا حریف با حالی بود و خوب بازی کرد. اینجور پلیرها بازی رو جذابتر میکنن. خب بچه ها، بریم سراغ بخش اصلی و ببینیم برای این گان چه اتچمنت ها پرکایی بهتر استفاده کنیم تا قوی تر بازی کنیم. خوب بچه ها، اول از همه برید سراغ پرک ها و اونایی که گفتم رو بردارید. توی ویدیوی قبلی کامل توضیح دادم هر کدوم چه کاربردی داره و چرا باید ازشون استفاده کنید. برای نایفم میتونید کاتانا یا نیزه رو انتخاب کنید. هر کدوم که بیشتر با سبک بازیتون جور در میاد. حالا بریم سراغ بخش اصلی، یعنی اچمنت ها. God did it. اینجا حتما یه اسکرین شات بگیرید که چیزی رو از دست ندید. اینجا میتونید خشاب 60 تایی رو بردارید که سرعت ریلودتون بیشتر بشه و اینم از بهترین اتچمنت و پارک های این گان. امیدوارم به کارتون بیاد و باهاش کلی کیل خفن بگیرید. اگه ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم که تا آخر همراه بودید.